چون بهترین علم بعد علم عقیده این علم معرفت حلال و حرام است، یعنی علم فقه است. و بهترین علم فقه در نزد بعض علما این فقه حدیث است، فهم حدیث است، یعنی قرائت حدیث و فهم حدیث. مباشرتا از حدیث استنباط میکنید، از حدیث علم میگیرید کدام کار حرام است، کدام کار حلال است، کدام کار واجب است، کدام کار مکروه است. مباشرتا از حدیث به واسطه فهم علما از صحابه ها و تابعین و تبع تابعین، امام ها و شخصیت های برجسته اسلام انسان علم میگیرد. و بعض علما گفتند که فقه الحدیث افضل من فقه المقارن. فقه حدیث بهتر از فقه مقارن. گفتند فقه حدیث یعنی حدیث را میخوانید و از معنای آن با خبر میشید. فقه مقارن اگر طالب علم فقه یکی از مذهب های اهل سنت و الجماعت را اگر خوانده و آموزد، مثلا فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را کسی مثلا خواند، فهمید، مسئله های آن را دانست، میتواند فقه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را با فقه مذهب امام مالک، با فقه مذهب امام شافعی، با فقه مذهب امام احمد یا با فقه مذهب امام اوزاعی یا سفیان ثوری یا داوود ظاهری و دیگر مذهب های اهل سنت و الجماعت میتواند قیاس کند، مقارنه، یعنی مقایسه کند که کیها از این مذهب ها موافق مذهب امام ابو حنیفه آمده است در این مسئله و کیها مخالفت کرده است. یعنی فقه مقارن همین است، یعنی کتاب های کلان فقهی غالبا فقه مقارن است. میگم فقه حدیث بهتر از فقه مقارن است و فقه حدیث هم بهترینش آن است که فقه صحیح ترین حدیث باشد. صحیح ترین حدیث در دنیا این حدیثی که هم امام بخاری رحمت الله علیه در روایت آن در صحیح بخاری و هم امام مسلم در روایت آن در صحیح مسلم اتفاق کرده باشد که این در اصطلاح محدثین متفق علیه گفته می شود.